Cavanları inqilabidir. Kişisi, arvadı, uşağı inqilabidirlər. تبریز نگذاشت تجربه های گذشته تکرار بشه. پرچم آزادی ایران دست تبریزی هست. این تعجب نداره. آذربایجان در مقاطع دیگر هم یک چنین حرکتی، یک چنین نمود عظیمی از خودش نشان داده. پرچم اتحاد ایران هم دست آذربایجان. اینا حقایقیست، اینا تعارف نیست. Xiyaban məhəlləsi və Qarabağlar küçəsi منزل عالم بزرگ امروز تبریز که جد ماست، پدر بزرگ من مرحوم حاج سید حسین خامنه‌ی 1352'de mən özüm getdim elə o məhəlliyə və o küçəyə. Mahalle Xiyaban ve Qarabağlar küçəsi gedib axtarıb ata babanın evinin qapısını tapıb və ziyarət eləmişəm. این آذربایجان است و من هر جای این استان که قدم گذاشتم دیدم مردم شعار واحدی را میدهند. همه میگویند آذربایجان اویاختی، انقلابات دایاختی. برای بنده هم که اشتیاق دارم به دیدار مردم عزیز تبریز و آذربایجان، این یک فرصتی است که اگر همه اون مردم عزیز رو نمیتوانیم زیارت کنیم، جمعی از جوانان، از مسئولان، از علمای اعلام، از قشرهای مختلف رو در اینجا در حسینیه زیارت کنیم. خیلی خوش آمدید. سلام ما رو به بقیه مردم عزیز در تبریز و در شهرهای دیگر آذربایجان ابلاغ کنید. Məndən salam götürün sairə həmşəhrilərə.